همه جای دنیا مترو برای رسیدن به مقصد، ولی برای دختران ایران میادگاه مرگ. شنیدم دوباره یه خبر بد، دوباره چرخید رو ورق قلم من، دوباره سوالی که نمیدن جوابشو، دوباره حقیقتی که نمیگن تمامشو. خدا لعنت کنه بانی و باعثش، حجاب اجباری چی بوده حاصلش؟ مادری غم زده میخونه فاتحه، اونی که رفته زیر خاک کی بوده قاتلش؟ سرش اومد چه بلایی، مگه شده بود مرتکب چه خطایی؟ از این همه سرکوب به اسم حجاب حکومت داره چه جوابی؟ پر شد همه آرزوها، جرم شد تار موها، بیگناه دختری که روحش پر کشید، به واژه مظلومیت آبرو داد. یکی اعتراف و یکی اجبار، یکی خودسوزی و یکی زندان، یکی تو اتوبوس میکنه مقاومت، یکی چاره ای نداره جز مهاجرت. آخه دین و مذهب که به زور نیست، اعتقادات که همه یه جور نیست، اینا همه رو میسپاریم به قضاوت تاریخ. شما جونمونو به لب رسوندی، شما دم میزنید از کدوم قانون؟ دیگه خسته شدیم از دروغاتون، دیگه بریدیم از نصیحت و ارشاد، نوش جون خودتون حقیقت اسلام.